توی این ویدیو می‌خوایم به حل تمرین در مورد گرامر to be verbs یا همون am is are بپردازیم. سلام، من حمید هستم. با آزمایشگاه زبان انگلیسی من خوش اومدید. بریم سراغ تمرین اول. منتها قبل از شروع تمرین من 2 تا نکته رو بگم خدمتتون. اینکه اگر ویدیوی جلسه اول رو ندیدید، میتونید وارد کانال بشید، ویدیو اول در مورد تدریس am is are رو ببینید و بعد بیاید سراغ این ویدیو. و اینکه توضیحات تمرین رو که گفتم، اول ویدیو رو پاز کنید، خودتون حلش کنید و بعد بیاید سراغ ادامه ویدیو. تمرین اول به این شکله که یه سری جملات می‌بینید، بعد این جملات رو با am is are یا همون to be verbs کامل کنید. بریم سراغ تمرین اول. پس چی شد؟ من گفتم اینا رو با am is و are کاملش کنید. خب من اینجا we دارم، بدون فکر میشه we are یا فرم مخففش we are from Iran، یعنی ما اهل ایران هستیم. جمله بعدی he دارم، بدون فکر کردن بعد he is میومد he's shy، یعنی اون آقا خجالتی هستش. جمله سوم من I دارم، بچه‌ها بدون فکر کردن میشه I'm in a taxi، یعنی من داخل تاکسی هستم. و جمله چهارم my name، یعنی اسم من. my name بچه‌ها قاعدتاً این it فرض میکنیم این رو و بعدش is میارم، میگم my name is Carla، یعنی اسم من کارلا هستش. و جمله آخر این اسلاید she، بعد از she هم is میومد بچه‌ها، پس میگم she's a student، یعنی اون خانم یه دانش آموز هستش. اسلاید بعدی رو ببینیم. تو اسلاید بعدی مجدد 5 تا دونه جمله داریم. جمله اول you دارم، بدون فکر می‌نویسم you're in room 5، یعنی شما داخل کلاس 5 هستید. حالا این میتونه your تو باشه، یعنی یه نفر، یا اینکه your یعنی شماها باشه. بستگی داره حالا به اون جایی که ازش استفاده میشه. دوباره مورد بعدی من I دارم، بعدش am میارم، میگم I'm sorry، یعنی عذر میخوام. جمله بعدی با کلمه امروز today شروع شده. خب بعد از این مثلا اینم it به حساب میاد دیگه، میگم is. پس چی شد؟ Today is Monday، یعنی امروز دوشنبه هستش. جمله بعدی they دارم، بعد they قاعدتاً بدون فکر میگم their یا همون they are teachers، یعنی اونا معلم هستن، مدرس هستن. و جمله آخر بعد از it دوباره is میومد و میگم it's a hotel، یعنی اون یه هتل هستش. اسلاید بعدی رو ببینید. خب توی این تمرین دوم کاری که من از شما میخوام بکنم اینه که ما توی ویدیو جلسه اول همونطور که گفتم ضمایر فاعلی رو خوندیم، یعنی چیزایی که جایگزین اسم میشدن و از تکرار اسم جلوگیری میکردن. جمله رو بخونید برای خودتون و ببینید اون ضمیر فاعلی یا subject pronounی که باید جاش بذارید چی هستش. خب جمله اول گفته حمید is in room 4، یعنی حمید داخل کلاس 4 هستش. خب جنسیت حمید چیه؟ آقاست. خب من جاش میذارم he. چقدر خطی کج شد. خب پس میگم چی؟ He is in room 4 یا شکل مخففش he's. جمله دوم رو با هم ببینیم. گفته Sam and I are friends. خب این سم و من ما توی فارسی بیشتر این شکلی منظورمون رو میرسونیم که میگیم من و سم، ولی توی انگلیسی برای اینکه به اصطلاح رعایت احترام کنیم و احترام بیشتری قائل بشیم اول اسم طرف مقابلمون رو میاریم و میگیم Sam and I. خب این میشه ما دیگه قاعدتا، پس جای اینا من می‌نویسم we و فرم مخففش میشه we're friends، یعنی ما دوست هستیم. جمله بعدی Jane is a teacher. Jane یه معلم هستش. خب جای جین جنسیتش خانومه، من میذارم she، پس میشه she's a teacher. اسلاید بعدی. خب The school is in Tehran. بچه‌ها تهران نمیگم، میگم The school is in Tehran. انگار Hش تلفظ نمیشه، تهران. خب جای The school قاعدتا من باید it بذارم دیگه، میگم it's in Tehran، یعنی اون مدرسه داخل تهران هستش. و حمید and Jack are in my class، یعنی حمید و جک داخل کلاس من هستن. خب جای اینا چی باید بذارم؟ و بگم اونا دیگه، پس میذارم they، پس میگم
in my class. اینم از این تمرین. بریم سراغ تمرین بعدی. مجدد تاکید میکنم توضیحات تمرین رو که دادم ویدیو رو پاس کنید. خودتون حل کنید، ادامهش رو ببینید. اسلاید بعدی رو ببینید. من تو این اسلاید 4 تا جمله دارم. ازتون میخوام که این 4 تا جمله رو برام منفی کنید. مجدد ویدیو رو پاس کنید، خودتون حلش کنید، دوباره بیاید سراغ تمرینات. خب I'm from China، یعنی من اهل چین هستم. خب این اگر بخوام منفی کنم میگفتیم چجوری منفی میکنیم؟ به جملاتم، یعنی به am، is و are فعلای کمکی یه دونه not اضافه میکنم. خب I'm from China میشه I'm not from China. پس من می‌نویسم I'm not from China. اینم بقیه جمله. جمله دوم He's in Brazil، یعنی اون آقا داخل برزیل هستش. خب اینجا هم بخوام منفیش کنم چه شکلی میشه؟ یه دونه not میدم بهش، میشه He's not in Brazil. خب جمله سوم رو هم ببینیم. She's a good student. یعنی اون خانوم دانش آموز خوبی هستش. خب چجوری منفی میکنم؟ بعد از فعل میدونه not میارم. پس میشه she isn't، یا میتونم بگم she's not a good student، یعنی اون دانش آموز خوبی نیستش. و جمله چهارمم they're in class، یعنی اونا داخل کلاس هستن. چجوری منفی میکردم؟ not میدادم، میگم they're not in class. اینم از این جمله. بریم سراغ تمرین بعدی. تمرین بعدی مجدد همون جملات قبلی هستن. منتها اینجا میخوام برام سوالیشون کنید. چجوری سوالی میکردیم؟ جای فعل کمکی و فاعل رو تغییر میدادم. خب وقتی من این جمله رو دارم I'm from China، غالبا یه نفر ازم سوال میکنه که اهل چین هستی؟ یعنی آیا تو اهل چین هستی؟ فعل کمکی من چی میشه؟ are میشه. اوکی. میگم are you from China؟ خب یعنی آیا تو اهل چین هستی؟ Are you from China؟ جواب یا yes هستش و یا no هستش. این شکلی. چی جواب میدم؟ میگم yes I am و no I'm not. جمله دوم He's in Brazil. خب چجوری بود؟ سوالی کردم. جای فعل کمکی و فاعل تغییر میکرد. این شکلیه که میگم Is he in Brazil؟ Is he in Brazil؟ نکتهش هم گفتیم توی جلسه اول. اینکه برای اینکه روونتر حرف بزنیم و به اصطلاح فلوئنتر به نظر بیایم، دیگه نمیگم is he، میگم easy. انگار h رو تلفظ نمی‌کنم. Is he in Brazil؟ یعنی آیا اون برزیله؟ خب میگم yes he is یا no he isn't، بسته به جمله‌ای که دارم. خب اسلاید بعدی She's a good student. خب فقط کافیه که من جای فعل کمکی و فاعلم رو تغییر بدم تا جمله‌ام به شکل سوالی در بیاد. خب پس چی شد بچه‌ها؟ میگم Is she a good student؟ و جوابم یا yes هستش یا no. Yes she is و no she isn't. اینم از این. فقط نکته تلفظیش برای اینکه روونتر حرف بزنیم دیگه نمیگیم is she، میگیم ایشی. انگار اس رو تلفظ نمی کنم. Is she a good student؟ Yes she is. No she isn't. و جمله آخر they're in class. خب مجدد جابجا میکنم، جمله میشه are they in class؟ یعنی آیا اونا سر کلاس هستن؟ آیا اونا داخل کلاسن؟ Yes they are. و این نو رو بالا میرسم no they aren't یا no they are not. تفاوتی نداره. و بریم سراغ تمرین آخر. یه دونه مکالمه داریم. ازتون میخوام که این مکالمه رو مجدد با am، is و are کامل کنید. خب ویدیو رو پاس کنید، مجدد خودتون حلش کنید، بعد با هم چکش میکنید. خب مکالمه من 2 تا شخص داره A و B. حالا اولیش گفته های، غالبا بعدش I دارم دیگه، بدون فکر یه دونه am میذارم I'm.
اول با هم به اصطلاح مکالمه رو کامل کنیم، بعد با هم از اول میخونیم میریم تا آخرش. I'm اینجا my name دارم، این my name it به حساب میومد دیگه، پس میگم چی؟ is. My name is. اوکی، اسم من هستش. و اینجا you دارم، بدون فکر یه دونه r میذارم. بعد دقت کنید بچه ها، جملات انگلیسی وقتی که جمله رو شروع میکنم حرف اول من، یعنی حرف اول از کلمه اول من به شکل بزرگ نوشته میشه یا به اصطلاح capital. پس R رو من A بزرگ می‌نویسم. و جمله بعدی no دوباره I'm دارم، یه دونه am میذارم اینجا، دوباره I، یه دونه am. جمله بعدی you دارم، کافیه که یه دونه R بذارم اینجا. بعدی هم دوباره I دارم، am، مجدد بچه‌ها you، بدون فکر یه دونه R اینجا قرار میدم و آخری هم I که میشه am. خب مکالمه رو بخونیم با هم. گفته Hi I'm Jack. سلام من جک هستم. بعد B هم اومده جواب داده Hello Jack. سلام جک. My name is حمید. یعنی اسم من حمید هستش. پس A من جک و B من حمید هستش. دوباره جک سوال کرده که Are you from Peru حمید؟ Are you from Peru حمید؟ یعنی آیا تو اهل پرو هستی؟ از پرو میای؟ دقت کنید به نکتهش. ما توی فارسی میگیم پرو، استرس کلمه رو میندازیم روی پی ولی روی آر هستش بچه‌ها. پس من میگم چی؟ Are you from Peru حمید؟ یعنی آیا اهل پرو هستی؟ حمید گفته No I'm not. نه اهل پرو نیستم. I'm from Iran. من اهل ایران هستم. بعد دوباره ازش سوال کرده که Are you from Yazd؟ از شهر یزدی؟ گفته که No I'm from Tehran. یعنی من اهل تهران هستم. مجدد سوال کرده Are you in class 4؟ داخل کلاس 4 هستی؟ گفته No I'm in class 5. من داخل کلاس 5 هستم. بچه‌ها برای تمرین بیشتر من آیدی چنلمون رو میذارم داخل کپشن براتون پین میکنم که جوین بشید و هر سوالی داشتید میتونید داخل کپشن بپرسید یا از طریق چنل میتونید ارتباط بگیرید و برای تمرین بیشتر مجدد میتونید یه مکالمه عین همین بسازید منتها یه سری از کلماتش رو تغییر بدید. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید.